سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: دیدار شاردیفار ناروی در افغانستان همراه با هیئت همراهش با مولوی امیرخان متقی. دیدار هیئت به ریاست مولوی عبدالولی حقانی در جریان سفر به ترکیه با رئیس گروه شرکت‌های کرین. و وقوع سیلاب‌های شدید در شرق آسیا. امروز شنبه 8 ماه قوس سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: پیر آلبرت الساس شاردیفار ناروی در افغانستان همراه با هیئت همراه با مولوی امیرخان متقی دیدار کرد. وزارت امور خارجه در اعلامیه گفته که در این دیدار دو طرف در کنار موضوعات سیاسی، اقتصادی و بشری در مورد وضعیت افغانستان و پاکستان و به طور کلی اوضاع منطقه نیز بحث و تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه تاکید کرده که امارت اسلامی افغانستان بر اساس سیاست خارجی متوازن و اقتصاد محور خود خواهان روابط نیک با تمام کشورها از جمله پاکستان بر پایه احترام متقابل است و امید دارد طرف مقابل نیز به جای زور و بی‌ثباتی گزینه گفتگو و ثبات را اولویت قرار دهد. بر اساس خبرنامه، شاردیفار ناروی پیر آلبرت الساس هدف قرار دادن زنان، کودکان و غیر نظامیان را در حملات هوایی در ولایت کنر، خوست و پکتیکا نگران کننده دانسته و مراتب تسلیت خود را ابراز کرده است. او همچنان گفته که کشورش از تعامل سازنده با حکومت افغانستان حمایت می کند. هیئت بر ریاست مولوی عبدالولی حقانی معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه در جریان سفر به ترکیه با رئیس گروه شرکت‌های کرین دیدار کرد. وزارت صحت عامه میگوید که در این دیدار به هدف فراهمسازی خدمات صحی معیاری در سطح منطقه برای هموطنان و تجهیز سیستم صحی افغانستان با تجهیزات جدید طبی انجام شد. دو طرف پیرامون همکاری‌های مشترک، استفاده از تجهیزات نوین طبی و تقویت خدمات صحی معیاری گفتگو کردند. وزارت عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه همچنان ضمن دیدار از نمایشگاه تجهیزات طبی این شرکت گفت که وزارت صحت عامه در راستای تقویت خدمات صحی در کشور به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد. سید جواد موسوی رئیس عمومی میراث‌های فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ولایت خراسان رضوی ایران از مسجد جامع بزرگ هرات، قلعه اختیارالدین، موزیم و دارالفنون بازدید کردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که آقای موسوی در جریان این بازدید با قدردانی از ظرفیت‌های هنری و تاریخی هرات بر تقویت ارتباطات فرهنگی، تبادل تجارب و انجام برنامه‌های مشترک میان دو ولایت تاکید کردند. این مقام ایرانی با مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات درباره گسترش همکاری‌ها در بخش توسعه گردشگری و حمایت از صنایع دستی گفتگو کردند. همزمان شماری از مسئولین شرکت‌های سیاحتی هرات در دیدار با هیئت ایرانی خواستار ایجاد تسهیلات در صدور ویزای درمانی و سیاحتی برای افغان‌ها شدند. و در اخیر شبکه خبری الجزیره به نقل از مقام‌های اندونزیایی گزارش داده که در پی سیلاب‌های اخیر و رانش زمین در جزیره سوماتری در غرب این کشور دست کم 174 تن جان باختند و حدود 80 تن دیگر ناپدید شدند. بر اساس گزارش بر اثر این سیلاب‌ها تاکنون هزاران خانواده آواره شدند. در همین حال دولت تایلند اعلام کرده که 145 تن در 8 ولایت جنوبی این کشور بر اثر سیلاب‌ها جان خود را از دست دادند. همزمان طوفان موسمی در سریلانکا باعث جاری شدن سیلاب و رانش زمین در این کشور شده و در پی آن دست کم 56 تن کشته و 23 تن دیگر ناپدید شدند. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.